لای 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 لای. خب چی شود؟ خب چی شود؟ مملکت که جوانش پشت کار میگرده میخواه موفق شود هنوز موفق نشده، آیا به هنرمند نیاز داره که 1 میلیون فالوور داشته باشه؟ رسانه ما چی میکنه؟ من چرا رسانه نرفتم؟ چندین سال وقت تقریبا چند سال پیش که افغانستان بودم رسانه نرفتم. به خاطر چی؟ رسانه چی میگه؟ دکتر که تحصیل کرده او را مفت میخواه، هنرمند فلانی جان از آمریکا میخواه 1 میلیون دلار برش میده. که منطقش دکتر که تحصیل کرده، روانشناس که تحصیل کرده برش موتر نمیتن، موتر برش نمیتن که ببرش، 1 گلاس چای شاید بتن. فلانی هنرمند از آمریکا میاد چی میخوانه برات؟ لای 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 لای. خب چی شود؟ خب چی شود؟ خب خواندی، خب خواندی چی شد؟ فریب هست نه؟ مردم بازی خوردین، بازی تان داده. چتیا فقط بر کمبود القا میکنه، فقط بر تو میگه که زندگی چیست، خونه دل خوردن، زیر دیوار آرزو مردن. القا میکنه که باید از بین بری، بس است، هیچ نمیرسی به آرزویت میمیری. ما خداوند قدرتمند داریم، الله ما قدرتمند است، گفت ادعونی استجب لکم، بخواین تا ما برای شما بتم، بخواین که دعایتان استجابت کنم. ان الله علی کل شیء قدیر. کی خلقت کرده؟ کی بر پیام منفی را میگه؟ کی بر پیام بده میگه؟ اونا میاین میگن، همیشه برات میخوانه که تو بدبخت هستی. باز 1 میلیون فالوور داره. من مخالف از این نیستم که یک کس هنرمند باشه بیا 1 میلیون دلار بگیره، ذهنیت چیز بگیره، مشکل نیست، اما تعادل ایجاد شوه. اگر تو رسانه هستی هنرمند 1 میلیون دلار میتی، بده دکتر تو 300 دلار. اون مولوی که میاد از خدا و قرآن صحبت میکنه چرا پیسه برش نمیتی؟ تعادل چرا ایجاد نیسته؟ چرا تعادل ایجاد نمیشه؟ تو باید تعادل ایجاد کنی. چرا تو هنرمنده میاری 1 میلیون دلار میتی، 1 لک دلار ماهانه اسپانسر میکنی، شرکت هم باز می اسپانسر میکنن؟ چون که ما افکار خود تغییر ندادیم. اگه آمریکا جنیفر لوپز داره یا دیگه هنرمند داره، کشورش بیبی باز بگو اوکی است، فرهنگش بیبی، دینش بیبی، کل چیز مشخص است، یک مسیر است. افغانستان نیاز نداره که کل جوانش بره هنرمندی را سعی کنه. افغانستان نیاز نداره به چیزای چتیات. افغانستان به تغییر باورها نیاز داره. افغانستان به تغییر نگرش نیاز داره. افغانستان به بزنس کوچ نیاز داره. افغانستان به کارآفرینای بیشتر نیاز داره. افغانستان به این نیاز نداره که تو بیایی بر من دلچی و رقاصه را بیاری برقصان اینجا که چی شوه. نیاز نداره در این سطح. این یک کشور رو به انکشاف است، نه این کشور انکشاف یافته. این کشور است که میخواه خودش جور کنه. پس کشور که میخواه خودش جور کنه نیاز نداره به این که ما بیاییم 1 میلیون دلار به یک کس بدیم که اصلا به درد ما نمیخوره.